23 اپریل سال 1986 دسته هنری بانوان رباب نواز که به هیئت آن 32 نفر شامل بودند برای اشتراک در یک فستیوال دوره‌ای به اوکراین سفر کردند. طبق نقشه آنها باید در طول 45 روز در سراسر اوکراین برنامه‌های کنسرتی دایر می‌کردند. هنرمندان تاجیک در شهر لوتسک در 15-20 کیلومتری چرنوبیل قرار گرفتند و در روز سیوم سفر آنها این فلاکت به وقوع پیوست و وزارت مدنیت حکومت سوویتی سفر هنرمندان را لغو نکرد. یکمی مای ما علاقه ساعت 9 سحر اونجا با همه اونجا پالاتکو بودم، تمام سالداتو همه ماسکا کتی، همه لباسی مخصوص کتی، فقط ما ارتیستو لباسوی تئاترالنی صحنوی کتی. وقتی ما میگشتیم روی الاف میدونیم وقتی رادیاتسیا باشد ما دخترای یاش بودیم ما بازی میکردیم این چیزا. ما از کجا میدونیم که ما علاقه رادیاتسیا گرفتیم و ما کسل شدیم. وقتی پوتا زمین میموندی الاف یک مایده توک میزد بیچیر کرد. تانکی یگان تاتون باید که اتکاز نکنید. باید همه بالای ماشین برو. یگان کس نمون. همه برو مدیم رفتیم. کنسرت دادیم. بعد از آمدن ما این آدم های ما که فوت داد بسیار افسوس خوردیم که برای چی ما رفتیم. ما همون وقت ندانستیم که این ضررش همین قدر کلان بوده است. رهبران دور به این هنرمندان وعده دادند که بعد از بازگشت به وطن همه آنها صاحب عنوان هنرمند شایسته SSSR گردیده این عمل آنها چون قهرمانی دانسته می شود. هیچی گفتن شما رفتتون کار کردتون اومدتون برای این شما معاش میگیرتون رحمتنامه اعلان کردن در دفترچه مهنتیمان اولی هست. با همین دیگر درد یگانجا باید ما چرنوبیل گپ نمیزدیم. کارشناسان میگویند برای برطرف سازی عاقبت‌های صدمه چرنوبیل بیش از 1 میلیون نفر شهروندان ناآگاه و آماده نبوده سابق اتحاد شوروی تعجیلاً سفربر شده بودند. از تاجیکستان 5000 نفر شهروندان یا خود سربازان احتیاطی و 1000 نفر عسکربچه‌های تازه به خدمت دعوت شده فرستاده شدند. همین طور بیش از 6000 نفر از شهروندان تاجیکستان که معمولاً فرزندان عائله‌های تحصیل ناکرده و کالخاسچی بودند در چرنوبیل به تازه کردن شهر، برقرارسازی نیروگاه و امثال اینها مشغول بودند. تا به امروز بیش از 550 نفر آنها از سن 35 تا 45 ساله فوت دیدند. از اونجا اومدم به حال بودم، تست سرشون درد میکرد، پاهاشون بسیار درد میکرد. تا حاضرت اما میگن که از روی بدنم درد میکرد. فرزند کلانی هم مثل مزدش نیست. تا حاضر ما لیچی نمیکنیم. پسرم هم همچون سنت جون دلش سوست میشود. دخترچه دویمگیم پرهیزدارانه شدگی بود. حکومت دور عملی آنهایی را که در برطرف سازی پیامدهای صدمه چرنوبیل اشتراک داشتند به قهرمانی بی‌نظیر برابر میکرد. اما این قهرمانی بعداً فراموش شده برای این شهروندان خیلی گران افتاد. همین تاثیر کرد که تا حاضر من این عذاب میکشم، شور خونم بلند میشد. بغیر وی پاها به رگو وی میشن، دم میکنن. خیلی و کودکان رسیدگی هستند. کودکان ما خدمت تولد میشوند تا 3-4 سال تا 5 سال قریب تری جون ندارن که مثلا حرکت کنن و گوشت پوست بگیرن. یک پوست یک استخوان توابت میکنیم، مهنت میکنیم که ما جون بگیرن. بود اکثر چرنوبیلچیان از درد و عذاب خسته شدند و تأسف میخورند که با امر تقدیر قربان سیاست دور شدند. اما یک گروه خرد به آن اندیشند که حکومت سوویتی با به خطر گذاشتن جان بیش از 1 میلیون نفر زندگی صدها میلیون دیگر را نجات داده است. از یک جانب البته آشکار نکردن همه آن دهشتی که به سر مردم از این واقعه آمد البته کار خوب نبود، ولی اینم یک جزء سیاست است. اتفاق معیوبان چرنوبیل کشور اطلاع می‌دهد که در سازمان آنها 1980 نفر اشتراکچی برطرف سازی عاقبت‌های صدمه چرنوبیل، حدود 1350 نفر معیوبان گروه‌های از 1 تا 3 و 2940 نفر کودکان معیوب مادرزاد به قید گرفته شدند.
تقریباً 20% فرزندان چرنوبیلچیان معلول به دنیا آمدند، زیرا زهر رادیاسیون از نسل به نسل می‌گذشته است. به فرق از زمان شوروی، حالا معیوبان صدمه چرنوبیل در اساس قانون ویژه از یک قطار امتیازها برخوردار شده اند.